أينما كنا أينما الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اما بعد، برادران و خواهران نهایت گرامی، میخواهم بنا به تقاضای بعضی از برادران ادله‌ای که در باره صفت استوا علی العرش پروردگار آمده خدمتتان عرض بدارم و همچنان گروه هایی که در این باب به انحراف رفتن و این صفت انکار کردن یا اینکه تأویل مذموم کردن، ایره هم بالایشان اشاره داشته باشم. صفت استوا یکی از صفات فعلی و صفت کمال برای الله تعالی است. صفت فعلی به این معنی الله خواسته باشه به او صفت موصوف می باشه، یعنی به خواست الله تعالی تعلق داره و تمام اسماء و صفات الله تعالی صفات کمالی هستند. در اثبات این صفت ادله مختلفی آمده، ادله‌ای که در کتاب قرآن کریم ذکر است و ادله‌ای که در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنان اقوال اهل علم، اقوال صحابه، تابعین، تبع تابعین و غیره، علمای بزرگ اسلام، اقوال از اینها. ادله‌ای که در کتاب آمده در قرآن کریم، این ادله هم به شیوه های مختلفی صفت استوا و همچنان علو ذات بری الله تعالی اثبات میکند. از جمله 7 آیاتی صریح به این است که الله تعالی بالای عرش قرار دارد. آیت اولی در سوره اعراف الله تعالی آیت 54 میفرماید: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یقینا پروردگار شما معبودی بر حقی است که آفرید آسمانها و زمینها را در 6 روز و باز بالای عرش قرار گرفت. عرش الله تعالی قبل از خلق آسمانها و زمینها بود و کان عرشه علی الماء. عرش الله تعالی بالای آب بود و الله تعالی باز بالای عرش خود برقرار شد. بالای عرش خود برقرار شد. و آیت دیگری هم به همین معنا در سوره یونس آیت 3 می آید و در سوره رعد آیت 2 نزدیک به همین لفظ: الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. اینجا هم تصریح است که الله تعالی بالای عرش قرار گرفت. و در سوره طه آیت 5 والله علم به این لفظ می آید: الرحمن علی العرش استوى. رحمان یکی از نامه های زیبا و بزرگ الله تعالی می باشه و هیچ مخلوق درست نیست که خود به الرحمن یا رحمان نامگذاری کند. رحمان ذاتی نهایت مهربان، مهربانی از او بالای عامه از مخلوقاتش است، او بالای عرش قرار گرفت. در سوره الفرقان آیت 59 الله تعالی می فرماید: الذي خلق السماوات والارض وما بينهما. اینجا هم کلمه و ما بینهما اضافه شده. الله ذاتی است که آسمانها و زمینها را آفرید و مخلوقی که در میان آسمانها و زمین قرار داره همه از اینها را آفرید. ثم استوى على العرش و باز بالای عرش قرار گرفت. و به همین لفظ در سوره سجده آیت 4 والله اعلم می آید، اونجا هم تصریح است که ثم استوى على العرش. و در سوره الحدید هم به لفظ نزدیک از همینها: هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش. تمام این آیات تصریح به این داره که الله تعالی بالای عرش قرار دارد و اهل سنت استوا را به معنای
علا و ارتفع و صعد و استقر معنا کردن. امام بخاری رحمت الله علیه از ابوالعالیه نقل میکنه که استوا به معنای ارتفع، و از مجاهد نقل میکنه استوا به معنی علا، و ائمه دیگری به تفسیر ابن جریر الطبری رحمت الله علیه رجوع کنین و غیره، تفاسیر دیگری و همچنان کتبی عقیده، همه از اینها استوا را به معنای علا یا ارتفاع یا صعده به همین معنا کردن. و وقتی که از امام مالک رحمت الله علیه درباره استوا پرسیده شد کیف استوا، الله چگونه استوا کرده، امام مالک رحمت الله علیه جواب بسیار نازنین و معقول و زیبا برش داد. فرمود الاستواء معلوم غیر مجهول، استوا معلوم است. معنای استوا را ائمه میدانن، اهل لغت میدانن، عرب میدانن، غیر مجهول معناش مجهول نیست. والکیف مجهول، اما کیفیت استوا مجهول است. کیف استوا نباید بگویی. و السؤال عنه بدعت، و سؤال کردن از کیف ای بدعت است. در تمام اسما و صفات الله تعالی یک قاعده بزرگ ما باید بدانیم که الله تعالی نامهایی که به خود ذکر کرده، صفاتی که به خود ذکر کرده، این اسما و صفات ظاهرشان مراد است، حقیقتشان مراد است، لکن از کیفیت از ما اطلاع نداریم. الله تعالی برای خود در کتاب خود یدین ثابت کرده، در کتاب خود برای خود وجه ثابت کرده یا رحمت ثابت کرده، و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم برای الله تعالی صفاتهای زیادی را ثابت کرده، غضب، ضحک و غیره. تمام این اسما و صفات به حقیقتشان مراد است و حقیقتشان ما میدانیم معانی از ایرا، یعنی معانی مراد از حقیقت یعنی معانی از اینها دانسته میشه، اما کیفیت یعنی به چی گونه است، از کیفیت ما اطلاعی نداریم. چرا کیفیت یا خبری صادق برات خبر بده از طریق وحی که این کیفیت به این طریقه است، یا اینکه خود انسان دیده باشه باز که از کیفیت خبر بده. همه از اینها از ما منفی است و خاطر نمیتوانیم از کیفیت خبر بدهیم. آیات دیگری به شیوه دیگری صفت علو ذات به الله تعالی اثبات میکنه. از جمله آیت اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض، آیا شما در امن هستید از ذاتی که در بالای آسمان است. من فی السماء، ذاتی که در بالای آسمان هاست. اینجا فی به معنای علا است، قسمی که قل سیروا فی الارض ای علی الارض، و لغت عربی واضح است که حروف جاره یکی به معنی دیگری می آیند. و همچنان تفسیری سلف همی است که الله بالای آسمان ها، بالای عرش قرار داره. بس واضح معلوم میشه که فی السماء اینجا به معنای علی السماء، علی السماوات، و مراد از السماء بالای 7 طبقه آسمان، چون گاهی آسمان مفرد ذکر میشه، مراد همه آسمان هاست، و گاهی هم جمع ذکر میشه، و زمین همچنان غالبا مثل که قرآن کریم مفرد ذکر میشه و مراد همه طبقه های زمین است. آیا شما در امن هستین، یعنی خوف و ترس و هراس ندارین از اون ذاتی که در آسمان هاست، این که شما را در زمین خسف کنه؟ و این آیت تهدید است برای مجرمین، برای گناهگارا، برای مشرکین و کسایی که تعدی حقوق الله تعالی را میکنن. یعنی از ذاتی که در آسمان هاست، آیا شما از اون ذات در هراس نیستین؟ و همچنان آیتی میایه که الله تعالی خود با فوقیت وصف میکنه، و هو القاهر فوق عباده. الله تعالی ذات غالب است که بالای بندگانش است، بالای بندگانش قرار داره. و همچنان میفرماید یخافون ربهم من فوقهم، میترسن از ذاتی که در بالای از اینها قرار داره او ذات. و همچنان شیوه دیگری عروج مخلوقات یا اینکه اعمال به طرف پروردگار. الله تعالی در وصف ملائکه میفرماید تعرج الملائکه والروح الیه، عروج میکنن، بالا میشن. عروج به معنی بلند رفتن، عروج میکنن ملائکه ها
و همچنان ملائکه جبرائیل به طرف پروردگار و روح الیه به طرف پروردگار. ملائکه ها سکان و باشنده های آسمان ها هستند، در آسمان ها زندگی میکنند و به طرف آسمان ها عروج میکنند و به طرف پروردگارشان. پروردگار ذاتی که بالای 7 طبقه آسمان بالای عرش قرار داره، اینها به طرف آسمان ها میروند. و همچنان آیت دیگری الله تعالی میفرماید الیه یصعد الکلم الطیب، به سوی الله تعالی بلند میشد کلمه پاک، کلمه زیبا، کلمه لا اله الا الله و همچنان عمل صالح. و درباره عیسی علیه السلام میفرماید عیسی علیه السلام که یهود گمان داشتند ما او را به قتل رساندیم، به دار زدیم و شخصی شبیه به عیسی علیه السلام قتل کردند و در حقیقت الله تعالی ایرا بالایشان رد میکنه که شما عیسی را قتل نکردین و دارم نزنین، بل رفعه الله، بلکه الله تعالی عیسی را بلند کرد و شبهه بالای شما آمد شخصی شبیه عیسی علیه السلام به دار زدید، ولیکن عیسی را بل رفعه الله الیه، بلکه عیسی را به طرف خود بلند کرد، به آسمان ها برد. و همچنان انی متوفیک و رافعک الی، ترا به طرف خود بلند میکنه. و غیره آیات بیشمار دیگری مختصر عرض میکنیم و همچنان احادیثی بیشمار دلالت به صفت استواء علی العرش پروردگار و همچنان به صفت علو ذات پروردگار دلالت دارد. از جمله حدیث معراج بزرگترین حدیث است و این حدیث کمر اهل بدعه را میشکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در شبی از مکه به بیت المقدس برده شدن، ایره اسراء نام میگذارن و بعد از اونجا به معراج یعنی به طرف آسمان ها برده شدن، بالای 7 طبقه آسمان به سدرة المنتهی و باز به پروردگار نزدیک شدن. الله تعالی 50 وقت نماز بالای پیامبر خود و بالای امت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرض گرداند و باز رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد به آسمان ششم، اونجا با موسی علیه السلام ملاقات کرد و موسی پرسید چقدر نماز بالای شما الله تعالی فرض گردان؟ گفت 50 وقت نماز. گفت 50 وقت امتی تو طاقت نداره، برگرد به پروردگار تا اینکه تخفیف کنه برات. رسول الله صلی الله علیه و سلم چند مرتبه رفت و آمد کردن، رفتن نزد پروردگار، باز نزد موسی آمدن. در هر مرتبه موسی علیه السلام میگفت امتی تو طاقت یزیر نداره، برو تخفیف طلب کن. این رفت و آمد صورت گرفت تا این که 50 وقت به 5 وقت تخفیف یافت. پس قصه معراج و رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای 7 طبقه آسمان و باز به الله تعالی نزدیک شدنش و باز بین موسی علیه السلام که در آسمان ششم قرار داشت و بین الله تعالی رفت و آمدی محمد صلی الله علیه و سلم، تمامی از این دلایل واضح به است که الله تعالی در بالای عرش بالای 7 طبقه آسمان قرار داره و پیامبر خدا اونجا نزد خود خواست و این یک امتیاز و یک فضیلت خاصی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنان معجزه بزرگی برش بود. حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. حدیث در صحیح بخاری صحیح مسلم به الفاظ مختلفی می آید. الله تعالی کتاب آجال و تقدیرها را نوشت و او کتاب در نزد خود بالای عرش است، در نزد خود یعنی نزد الله تعالی بالای عرش است. و همچنان حدیث دیگری در صحیحین میان، حدیث وظایف ملائکه ها در زمین و تقسیم اوقاتی از اونها و انجام وظایفشون در زمین، یعنی اینا در 2 شیفت یعنی در 2 وقت تقسیم میشن. یکی تعدادی از اینها در شب وظیفه دارن، میان وظیفه خدا از نماز عصر تسلیم میشن تا وقت فجر و تعداد دیگری هم که در روز وظیفه انجام میتن از نماز فجر وظیفه خدا تسلیم میشن تا به وقتی نماز ظهر نماز عصر. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید فیعرج الذین باتوا فیکم، پس عروج میکنن، بلند میشن ملائکه که قسمی که در آیات خواندیم تعرج الملائکه، الملائک عروج میکنن. اینجا حدیث هم تفسیر میکنه که ملائک اعمال بنی آدم گرفته عروج میکنن، اینها بلند میشن و نزد پروردگار
و پروردگار اینها را از حالت بندگان خود میپرسد، در حالی که حالت بنده ها را و حالت ملائکه بهتر میداند و حالت اینها داناتر است. به خاطر اتمام حجت میپرسد چگونه بنده های مرا ترک کردین؟ میگویند که در حالت عبادت و در حالت نماز اونها را ترک کردیم، چون در وقتی فجر بلند میشوند. و همچنان حدیث جاریه، حدیث مشهور از در صحیح مسلم میآید. صحابی جاریه داشت، جاریه سودا، و این چوپان بود، چوپانی میکرد. یک مالی از پیش از این گم شد یا گرگ خورد. وقتی که صحابی اطلاع یافت، این یک سیلی محکمی به چهرهش زد و بعد از او پشیمان شد. بنی آدم بود، تأسف کرد، آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله چنین کاری را انجام دادم و میخوام که جاریه را کنیزک آزاد کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت جاریه را بخوان نزد من. او را طلب کرد. وقتی که آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم از جاریه پرسید این الله، الله در کجا است؟ گروه های منحرف و گمراهی وقتی که به کلمه این الله بپرسی بالای تمسخر میکنن، استهزا میکنن و نوعی تعجب میکنن و ایرا یک امر بسیار بزرگ میشمارن و در حقیقت اینها ایرا گستاخی در حق پروردگار میدانند. اینها اینقدر جاهل به احکام الله تعالی و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، به عقیده دین و به عقیده اسلام هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم امتی خدا به کلمه این الله امتحان میکنه و اینا اعتراضشان، این گستاخیشان، تمسخرشان در حقیقت بالای کسانی نیست که این صفت ثابت میکنن، بلکه در حقیقت بالای پیامبر است. پیامبری که امتی خدا به این لفظ امتحان میگیره و باز میگن به عینه الله تعالی را پرسان کردن درست نیست. گستاخی الله هستین و حقیقتا گستاخی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستین و اللهی که صفت برای خود ثابت کرده و اللهی که برای خود صفت علو ذات و استوا را ثابت کرده، تو میایی به خاطر نظریه باطل و منحرفت این صفات از الله تعالی نفی میکنی و تأویلی به جا میکنی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم رسولی که به کلمه این الله صحابیه خدا و این کنیزه که پرسان میکنه، میای بالای از این اعتراض داری که به این کلمه اصلا درست نیست که الله را پرسان کنی. دلالت به جهل شما میکنه و همچنان گستاخیتان بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و کنیزک میگه الله فی السما، در جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله بالای آسمان هاست. اینجا هم سما بالای 7 طبقه آسمان و مفرد ذکر شده، مراد همه آسمان هاست. الله بالای همه آسمان ها، بالای عرش قرار داره. و باز میپرسه من انا، مکی هستم؟ میگه انت رسول الله، تو رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستی. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابی میفرماد اعتقها فانها مؤمنه، آزادش که این مؤمن است. علامه ایمان چی است؟ به این اعتقاد بوده باشی که الله بالای آسمان ها، بالای عرش قرار داره. و این عقیده صحابه بود، این عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و این را اقرار کرد، اعتراف کرد که جاریه درست میگه، جاریه ایمان داره. و کسایی که به این عقیده نیستن باید عقیده خود درست کنن، ایمان خود اصلاح کنن. در ایمانشان خلل است، در عقیدهشان فساد بسیار بزرگ است. و این یک تعدادی از احادیثی بود که همیشه یعنی عرض نکردیم، احادیث بیشماری در این باب است و میخوایم که مختصر عرض کنیم. میایم به اقوال صحابه و تابعین و علمای بزرگ که اونها صفت استوا را چطور معنا کردن. ابن عباس رضی الله عنهما حبر الامه، ترجمان قرآن کریم، پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، از فقهای صحابه، عالم بزرگ صحابه، او میفرماید وقتی که عایشه رضی الله عنها در حالت احتضار یعنی حالت مرگ بود، به او داخل شد، او را تسلی میداد، گفت كنت احب نساء رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم يكن يحب الا طيبا. تو از زنهای محبوب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودی و رسول الله بجز پاک چیزی را دوست نمی داشت. و انزل براءتك من فوق 7 سماوات، الله تعالی براءت تو را از بالای 7 طبقه آسمان پایین کرد. این را دارمی رحمت الله علیه در کتاب خود الرد علی الجهمیه به سندی حسن آورده است. صحابیه دیگری از جمله امهات المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها، مادری مسلمان ها و همچنان همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنان دختری عمیشان،
انس رضی الله عنه می فرماید زینب بنت جحش بالای دیگر زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم افتخار میکرد، میگفت انها كانت تفخر على ازواج النبي صلی الله علیه وسلم فتقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، اخرجه البخاری. بالای دیگر زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم افتخار کرده، میگفت که شما را اهلتان، فامیلتان، خانوادهتان عقد نکاحتان به امرای رسول الله صلی الله علیه وسلم بسته است، اما عقد نکاح مرا الله تعالی از بالای 7 طبق آسمان بسته است. یعنی عقیده از اینها صحابه به این بود که الله بالای عرش، بالای 7 طبق آسمان است. و صحابی جلیل القدر دیگری از جمله فقهای صحابه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید العرش فوق الماء، عرش الله تعالی بالای آب است، اسمی که در قبل اشاره کردیم. والله فوق العرش، الله بالای عرش قرار داره. لا يخفى عليه شيء من اعمالكم، هیچ عمل شما از الله تعالی مخفی نمیمانه. این را بیهقی در اسماء و صفات به سند حسن آورده است. و همچنان عایشه رضی الله عنها از این درباره قتل عثمان پرسیده شد که آیا تو در این قتل شریک بودی یا اشاره داشتی؟ ای چنین قسم یاد میکنه و ایم الله انی لاخشى لو كنت احب قتل لقتلت، تعني عثمان، ولكن علم الله من فوق عرشه انی لم احب قتله. لیکن الله میداند از بالای 7 طبقه آسمان، یعنی به اعتبار ذاتش الله تعالی بالای 7 طبقه آسمان است، لکن علمش به همه چیز محیط است. الله میداند ما قتلی از او را دوست نداشتم. این دارمی در رد علی الجهمیه به سندی صحیح آورده است. و همچنان عمر رضی الله عنه با جمعی از صحابه، با جمعی از یارانش در راه می رفتن، پیرزنی عمر رضی الله عنه را استاد کرد و وعظ و نصیحت شروع کرد برای عمر رضی الله عنه. یا عمر از خدا بترس، عدل کو و تو امیر المؤمنین هستی. بسیار زیاد وعظ و نصیحتی از این دور و دراز شد. از این امدیوالای عمر رضی الله عنه کسی گفت یک پیرزن تو را اینقدر زیاد استاد کرد و به خاطر یک پیرزن اینقدر استاد شدی. عمر رضی الله عنه گفت والله اگر این پیرزن از اولی روز تا آخر روز مرا استاد کنه، ما برش استاد میشم. آیا میدانید این پیرزن کی است؟ این شخصیتی است که سمع الله شکواها من فوق 7 سماوات، شکایتی از ایره، دردی از ایره وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض میکرد، شکایت میکرد، الله تعالی از بالای 7 طبقه آسمان شنید. و عمر آیا آماده نیست که حرفای از ایره بشنود؟ و عایشه رضی الله عنها می فرماید تعجب به این است که این زن آمد وقتی که شکایت خود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض میکرد، ما حرفای از ایره بسیار به سختی میشنویدم، یعنی آوازش پس بود و الله تعالی از بالای 7 طبقه آسمان آوازی از ایره شنید. و این شخصیتی زرکه، شخصیتی بود که دربارش این آیت نازل شد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. زنکه به نام خوله بنت ثعلبه نام داشت. پس صحابه کرام عقیدهشان به این بوده که الله تعالی بالای عرش، بالای 7 طبقه آسمان، بالای عرش قرار داره. این ایمانشان بود و این عقیدهشان بود و به همین قسم از رسول الله صلی الله علیه وسلم این عقیده را یاد گرفتن. و میاییم به علمای بزرگ که اینها درباره صفت استوا چی عقیده داشتن. تابعی جلیل القدر مسروق رحمت الله علیه وقتی که حدیث بیان میکرد از عایشه رضی الله عنها، یک قسم میگفت حدثتنی الصدیقه بنت الصدیق حبیبه رسول الله المبرأة من فوق 7 سماوات. برای ما حدیث بیان کرد. صدیقه لقب عایشه رضی الله عنها، بنت الصدیق لقب پدرش صدیق بود، صدیق امت. حبیبه رسول الله از جمله زنهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد دوستش داشتن. المبرأة من فوق 7 سماوات، شخصیتی که براءتی از بالای 7 طبقه آسمان آمد.
و ایرا امام ذهبی در کتابی العلو خود به سندی صحیح آورده است. همچنان سلیمان تیمی رحمت الله علیه از علمای سلف میفرد لو سئلت این الله، اگر از این پرسان شوم که الله در کجا است، لقلت فی السماء، الله در بالای آسمان هست. این هم ذهبی در کتابی علوی خود آورده است. و همچنان امام بزرگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از او پرسیده شد، یک شخصی اگر بگوه که لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض، درباره این شخص چی حکم میکنی؟ گفت فقط کفر، این شخص کافر شده، چرا الله بالای عرش بالای آسمان هاست. و باز میگه خب یک شخصی اگر بگه لا ادری العرش فی السماء ام فی الارض، اینا ما نمیدانیم که عرش در آسمان است یا در زمین، میگه این شخص هم کافر است، به خاطری که عرش بالای 7 طبقه آسمان بالای زمین است و این معروف است. و قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را بسیاری از ائمه نقل کردن، ابن ابی العز در شرح طحاوی، ابن قیم در اجتماع جیوش اسلامیه، ذهبی در کتاب علوش، ابن قدامه در کتاب علوش و غیره علمای دیگری. عالم بزرگ شام اوزاعی رحمت الله علیه از علمای بزرگ سلف میفرماد كنا والتابعون متوافرون نقول، ما و تمام تابعین جمع بودیم و یک جا میگفتیم، همه ما با عقیده بودیم ان الله عز وجل على عرش، الله تعالی بالای عرشش است، و نؤمن بما وردت به السنه من صفاته. ایرا بیهقی در اسماء و صفات با سند صحیح آورده و همچنان ذهبی در تذکرة الحفاظ از او نقل کرده. و همچنان امام دار الهجره امام مالک رحمت الله علیه از علمای بزرگ سلف میفرماد الله فی السماء و علمه فی کل مکان لا یخلو منه شیء. ایرا ابو داود در مسائل خود به سند صحیح آورده الله تعالی در بالای آسمان ها و علمی از او در هر جا است که هیچ جای از علمی از او خالی نمی باشه. و همچنان عبدالله بن مبارک درباره الله تعالی پرسیده شد کیف نعرف ربنا، چگونه پروردگار خدا میشناسیم؟ گفت بانه فوق السماء السابعه علی العرش بائن من خلقه، الله تعالی بالای 7 طبقه آسمان بالای عرشش است و او از مخلوقاتش جدا است و الله تعالی را ما به می قسم میشناسیم. اینها علمایی بودن که الله را میشناختن، الله را به مردم امی قسم معرفی میکردن. مردمای جهمی معتزلی و همچنان به نقش و قدمی از اینها که رفتن، اینها آمدن در حق الله تعالی اینقدر بدگمان شدن و نصوص شریعت قسمی تحریف کردن که اگر بگوی الله در بالاست بیخی دیگر فکر میکنه که عقیده کفری است، عقیده تجسیم و تشبیه است، چون مرض ذهن خودشان به مرض مبتلا است، به مرض تجسیم و تشبیه. فورا وقتی که صفت برای الله ثابت کردی فورا میره اونجا تشبیه میته با مخلوق. اگر این تشبیه از اساس رد کنی، از اساس تشبیه را نفی کنی، تشبیه درباره صفات و اسمای پروردگار اصلا مجالی نداره. لیس کمثله شیء، الله ذاتش مانند ذات مخلوق نیست، وجودش مانند وجود مخلوق نیست، صفاتی از او، اسمای از او مانند اسما و صفات مخلوقات نیست. و همچنان امام شافعی رحمت الله علیه از علمای بزرگ سلف میفرماد القول فی السنة التي انا علیها و رأیت اصحابنا علیها، قولی که موافق سنت، قول اهل حق که ما با مو قول هستم، اصحاب ما که با مو قول است، اصحابی از کی است؟ اهل الحديث الذين رأيتهم فاخذت عنهم، اهل حدیثی که ما اونها را دیدم، با چشمم دیدم، از اونها علم یاد گرفتم. مانند کی میگه؟ مانند سفیان و مالک و غیره علمای دیگری، همه از اینها قولشان درباره الله تعالی چگونه است؟ الاقرار بشهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان الله على عرشی، الله تعالی بالای عرشش است، فی سمائه در بالای 7 طبقه آسمان، یقرب من خلقه نزدیک میشه با مخلوقات خود، کیف شاء چگونه خواسته باشه. قول امام شافعی در کتاب وصیه و همچنان در کتاب وصیه قول از او نقل شده و انه فوق العرش، الله تعالی بالای 7 طبقه آسمان است. همچنان امام خراسان، فقیه خراسان، شیخ بخاری و مسلم، اسحاق بن راهوی رحمت الله علیه در تفسیر قول الله تعالی الرحمن علی العرش استوى میفرماید اجماع اهل العلم انه فوق العرش استوى،
اهل علم به اجماع هستند که الله تعالی بالای عرش قرار داره و یعلم کل شیء فی اسفل الارض السابعه. تمام مخلوقات و تمام کوائفی که در زمین است و در تحترین طبقه زمین است الله تعالی او را علم داره و میداند. قتیبه بن سعید بغلانی شیخ محدثین میفرماید هذا قول الأئمة في الإسلام نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. این قول ائمه اهل اسلام است. ما الله را اقسم میشناسیم که الله در بالای 7 طبقه آسمان است. فی السماء السابعة بالای آسمان هفتم على عرشی بالای عرش خدا است. عرش الله تعالی بالای 7 طبقه آسمان كما قال الله عز وجل قسمی که الله خودش در کتابش خبر داده الرحمن على العرش استوى. این عقیده مسلمان هاست. و همچنان امام اهل سنت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه در رد جهمیه میفرماید فقلنا لهم گفتیم برای جهمیه انکرتم ان یکون الله علی العرش، از این انکار کردین که الله بالای عرش است، از این شما انکار کردین. و در حالی که وقد قال الله تعالی الرحمن علی العرش استوى، الله اقسم میگه شما از عرش بودن الله تعالی انکار کردید. و همچنین الله تعالی میفرماید خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. و همچنین الله تعالی میفرماید آمنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض. یا همچنان الله تعالی میفرماید الیه یصعد الکلم الطیب. و همچنان میفرماید انی متوفیک و رافعک الی. و همچنان میفرماید بل رفعه الله الی. و همچنان میفرماید یخافون ربهم من فوقهم. و همچنان میفرماید و هو القاهر فوق عباده. و همچنان میفرماید و هو العلی العظیم. تمامی ادله را امام احمد بن حنبل بالای جهمیه رد میکنه، میگه شما عرش الله تعالی را از بالای عرش بودن انکار کرده. و این ادله صریح است که الله تعالی در این ادله خبر میده که او بالای عرش است، در بالای آسمان ها قرار دارد. فهذا خبر الله اخبرنا انه فی السماء. تمامی این اخباری است، دلایلی است که الله تعالی در این دلایل خبر میده که بالای آسمان ها بالای عرش است. در کتاب رد علی الجهمیه و الزنادقه قول ازو نقل شده. و همچنان امام بزرگ عبدالوهاب وراق از علمای سلف میفرماید من زعم ان الله ها هنا فهو جهمی خبیث. کسی که به این اعتقاد است که الله اینجا است، یعنی جهمی ها به این اعتقاد است که الله در هر جا است، به این اعتقاد است، پس این شخص جهمی است، عقیده جهمی داره و انسانی پلید است، خبیث است. بخاطر چی؟ ان الله عز وجل فوق العرش، الله بالای عرش است، و علمه محیط بالدنیا والآخره، علمش به تمام دنیا و همچنان آخرت احاطه کرده. ایرا امام ذهبی در کتاب العلو خود از عبدالوهابی وراق نقل کرده و باز میگه کان عبدالوهاب ثقة حافظا کبیر القدر، و یعنی در بزرگی از او ای قوله نقل میکنه. و همچنان عبدالله بن مبارک میفرماید لا نقول كما قالت الجهمیه انه في الارض ها هنا. مانند جهمیه نمیگیم که الله در هر جا هست، اینجا هست اونجا هست، نعوذ بالله زیر پای تو هم از داخل تشناب هم از داخل حیوانات هم است و هر چیز خدا بدانن، مانند از اینها نیستیم. تو نمیگیم، میگه بلکه میگیم بل علی العرش استوى، بلکه الله بالای عرش قرار داره. و وقتی که پرسیده شد که چطور بالای عرش است، باز گفت فوق سماواته علی عرشه، الله بالای 7 طبقه آسمانش بالای عرش قرار داره. همچنان این قول ابن ذهبی رحمت الله علیه در کتاب العلو خود از او نقل کرده است. عقیده امام ابو زرعی رازی، ابو حاتم رازی، عبدالرحمن ابن ابی حاتم میگه سألت ابی و ابا زرعه، پدری خدا که ابو حاتم است و همچنان ابا زرعه، هر دی از را پرسان کردیم. اینا امامای بزرگ اهل حدیث هستند که حجت بزرگ است بالای مردم. اینها میگه از اینها پرسیدیم عن مذاهب اهل سنت، از مذاهب اهل سنت فی اصول دینی، در اصول دین یعنی در باب اعتقاد، و ما ادرکا علیه العلماء فی جمیع الامصار و ما یعتقدان فی ذلك. و همچنان علمایی را که در شهرها درک کردن، دیدن، از اونها علم حاصل کردن و اونها در اصول دین چی عقیده داشتن، اینها ذکر میکنه
فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ويمنا فكان من مذهبهم أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. میگه ما در تمام شهرها رفتیم، علما را درک کردیم، در حجاز، در عراق، در یمن. از جمله مذهبی از اونها در اصول دینی بود که ان الله علی عرشی، الله تعالی بالای عرشش است، با این من خلقی، از مخلوقات خود جداست. قسمی که خدا در کتاب خود وصف کرده الرحمن علی العرش استوى و به لسان پیامبرش وصف کرده ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش الله انا امین من في السماء و در احادیث بیشمار رسول الله صلی الله علیه و سلم وصف کرده. بلا کیفیت استوا را ما نمیدانیم. معنای استوا واضح است، معلوم است که الله تعالی بالای آسمان هاست، لکن کیفیت چگونه است این ما نمیدانیم، از این بحث نمیکنیم. احاط بكل شیء علما، امرای از که ذاتش در بالای آسمان هاست، علمش محیط است به تمام چیزها. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. به تشبیه نرا، از تشبیه در حذر باش. الله تعالی میفرماید لیس کمثله شیء، الله به اعتبار ذاتش لیس کمثله شیء، به اعتبار اسماء و صفاتش لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. و باز اثبات میکنه و الله سمیع است، بصیر است، سمع داره، بصر داره، لكن به مخلوق تشبیه ندی. ولم يكن له كفوا احد. ابن قتيبة دينوري رحمة الله عليه امام اهل اللغات میفرماید والامم كلها عربها وعجمها تقول ان الله في السماء. تمام امتها عرب و عجم به اعتقاد هستند که الله تعالی بالای آسمان هاست، الله بالای آسمان هاست. این عقیده مسلمان هاست. و همچنان ابو عیسی ترمذی میفرماید و هو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. الله تعالی بالای عرش است، قسمی که در کتاب خود وصف کرده. این قول در جامع ترمذی از ابو عیسی ترمذی نقل شده. و همچنان حافظ عثمان بن سعید دارمی میفرماید قد اتفقت الكلمة من المسلمين ان الله فوق عرشه فوق سماواته. کلمه و همچنان حرف تمام مسلمین به این اتفاق است که الله تعالی بالای عرش است و عرش الله تعالی بالای 7 طبقه آسمان است. ایران در کتاب خود نقل عثمان بن سعید دارمی بالای بشری مریسی قول از او در کتاب نقل شده است. و این جمله اقوال مختصری از علمای بزرگ اسلام، اگر چند یعنی اقوال مختصری ما از اینها ذکر کردم که اقوال بیشماری از کسی اگر تفصیلی از این میخواه به کتاب العلو امام ذهبی و همچنان اجتماع جوش اسلامی از ابن قیم و همچنان کتاب توحید از ابن خزیمه و غیره کتب اهل علم دیگری که در باب اعتقاد از سلف نقل شده و او کتاب ها رجوع کنن، میدانند که عقیده سلف درباره صفت استوای پروردگار چگونه بوده. از این به بعد ذکر میکنیم کسایی که در بابی صفت استوا به انحراف رفتن، فرقه های منحرف. این فرقه ها به چند گروه تقسیم میشن. از خلال عرض اقوال سلف دانستید که جهمیه به اعتقاد بوده که الله تعالی بالای عرش نیست، از این انکار دارن. اونا به اعتقاد هستن که الله در هر جا است. از بالای عرش بودن الله تعالی انکار میکنن و اولین فرقه است که صفت استوا را از الله تعالی انکار کردن. جهمی ها نه تنها استوا بلکه تمامی اسما و صفات الله تعالی را انکار میکنن و این کارشون به خاطر عزیز که این صفات اگر ما اسما را به الله تعالی ثابت کنیم، مخلوق هم امی اسما و صفات داره، باز میان الله و میان مخلوق تشبیه میآید. بنا به تشبیه شبهه تشبیه صفات از الله تعالی میگه نفی میکنیم. و همچنان در ردیفی از اینها معتزله آمدن که اسمای مجرده به الله تعالی ثابت کردن و صفات از الله تعالی انکار کردن. گفتن الله علیم است، علم نداره، سمیع است، بصر سمع نداره، بصیر است، بصر نداره، قادر است، قدرت نداره و غیر از اسمای دیگری را صفات نفی کردن، اسمای مجرده را ثابت کردن که در حقیقت این هم انکار است. و گروه های بعدی دیگری که انتساب به اهل سنت خود دادن، اینها آمدن خواستن که بالای جهمی ها و معتزله رد کنن
این بیچاره از دروازه درستی نیامدن، دروازه‌ای که سلف بالای اهل بدع رد کردن، بالای اهل کلام رد کردن. این دروازه را که داشتن آمدن از دروازه اهل کلام داخل شدن، خواستن که اهل کلام با کلامشان رد کنن. این بیچاره ها رفتن دجالی از اونها واقع شدن، آمدن بسیار زیاد زور زدن، 7 صفت برای الله تعالی ثابت کردن و هم یا بعضی هاشون 8 صفت ثابت کردن و هم به طریقه نیک سلف ثابت کرده باشه، با طریقه اهل کلام و به یک نحوی خود گویا این که ذمہ داری خود درباره اسماء و صفات الله تعالی خلاص کرده باشن یا اینکه اعتقاد خود ابراز کرده باشن و تمامی صفاتی را که الله و رسولش در کتاب و یا در سنت ذکر کرده، تمامی از اینا را تعویلی مذموم کردن، تعویلی که در حقیقت تعریف است و در حقیقت انکاری از صفات است. این جماعتی که آمدن 7 صفت یا اینکه 8 صفت ثابت کردن، اینها هم تقسیم میشن. یک قسمتی از اینها صفت استوا را تعویل میکنن و یک قسمتش هم تفویض میکنن. کسانی که تعویل میکنن میگوین که استوا به معنای استولا است، استوا به معنای استولا است و در این تعویل خود دلیلی نه از قرآن دارن، یک جای یک آیتی آمده باشه که امی استوا را تفسیر کرده باشه به استولا. اسمی که در قرآن کریم آیات میاد دیگر تفسیر میکنه، یک جای یک لفظ آمد، یک جای لفظ دیگری تفصیل تر یا واضح تر میاد که او را تفسیر کنه، یا همچنان حدیثی نیامده که را برشان تفسیر کنه که استوا به معنای استولا است. و از علمای سلف صحابه و تابعین قول نقل نکردن که امی استوا را به معنای استولا ترجمه کنن. از ائمه لغت، ائمه اولین کسایی که در لغت حجت بدن، از اونها هم قولی پیدا نکردن که استوا را به معنای استولا ترجمه کرده باشند، بلکه ائمه بزرگ اهل لغت بالای جهمی ها را انکار کردن که استوا به معنای استولا اصلا ترجمه نشده، اصلا در عرب این معنا را نمیشناسه. این بیچاره دیگر هیچ چیز راهی برشان نماند، اینها رفتن یک دنبال یک نصرانی را گرفتن، یک قول نصرانی را پیدا کردن به نام ابن خطل گفتنی. او یک شعر تزویری را از او هم پیدا کردن، در حقیقت شعر از او هم نیست، خوگیر موضوع باشه. باز رفتن گفتن ابن خطل نصرانی گفته قد استوى بشر على العراق من غیر سیف ولا دم مهراقی. اینها کسایی که استوا را به معنی استولا ترجمه میکنن و از این قول بشر استدلال میگیرن، اینها مردم گمراه و منحریف بدتر از نصرانی ها هستند. یعنی نصرانی هایی که در باب کلام الله تعالی به انحراف رفتن، کتاب الله را تحریف کردن، اونها به دین خود چیکار کردن؟ دین خود تحریف کردن. ما دیگر از کتاب الله اساس پیدا نکردیم، از سنت پیدا نکردیم، از اقوال سلف و صحابه و تابعین از اینا پیدا نکردیم، ائمه لغت پیدا نکردیم، رفتیم دنبال یک نصرانی را گرفتیم که امی معنای استوا را دمیجا با ما معنا کو که امی معنا چی، امی استوا چی معنا داره؟ ما خب یخی دایرت رفتیم. نعوذ بالله از این گمراهی، از این ضلالت. اینقدر ائمه دین، صحابه، تابعین، همه از اینها مانده، میری دنبال یک نصرانی یک شعر مزخرف پیدا کنی و او شعر اساس هم نداره، او را به خاطر چی؟ به خاطری که کتاب الله را من تحریف کنم، الله را برش بگم که تو استوا علی العرش برای خود ثابت کرده، ما بگم که برای تو مناسب نیست، مناسب است که این استوا تا استولا جور کن. قسمی که یهود آمدن بالای الله اعتراض کردن، الله گفت بگوین حطتون، اینا گفتن که نه حطتون مناسب نیست، ما حنطتون میگیم، ما حنطتون ضرورت داریم. اینها بدتر از یهود و نصارا هستند، تحریفی از اینها بزرگتر از یهود و نصارا هستند. به نام مسلمان میان کتاب الله تعالی را تحریف میکنن که الله برای تو استوا مناسب نیست، باید که استولا میگفتی. رسول الله تو عین الله گفتی مناسب نیست، به عین الله پرسان نمیشه. از این تشبیه لازم میاد، از این تجسیم لازم میاد، از این جهت لازم میاد. نعوذ بالله. رسول الله الله را قدرش نعوذ بالله نمیدانست. اینها جهمی های، معتزله های، مردم های منحرف در باب اسماء و صفات آمده رسول الله را تعلیم میدهند، برش عقیده نشان میدهند که باید تو نمیگفتی. المهم امی حکایت امی قول خودش به
ضم تعویل از اینها کفایت میکنه که اینها از یک نصرانی، در حقیقت این قول از این نصرانی هم ثابت نیست، امی شعر از او هم ثابت نیست، گیریم اگر ثابت بوده باشه امی کفایت میکنه که از ائمه سلف، از تابعین، تبع تابعین، از صحابه، از قرآن کریم، از حدیث قول پیدا نکردن در تعویل صفت، رفتن دنبال یک نصرانی منحرفی که برای خود او را امام جور کردن و آمدن صفتی استوا را به چنین معنای تعویل کردن. یک قسمت دیگری از اینها بیچاره آمدن، اینا هم در حیرت ماندن. خود سخت است که اگر تعویل درست پیدا نکنیم با استوا را به معنای استولا، و باز اگر این را انکار کنیم خواهیات در این باره آمده، این چطور میشه؟ به او خاطری بیچاره گفتن رای سالم میشه که ما میگیم معنای از این را نمیدانیم، خود از این خلاص میکنیم. اینها صفت استوا برای الله تعالی را انکار میکنن، یعنی الله بالای عرش از این انکار میکنن، لکن امی صفت که الله ذکر کرده استوا علی العرش چی معنا داره ما این نمیدانیم. یعنی اگر اینا به عقیده نیستن که الله بالای عرش است، و حتی امیرم نمیگن که ما نمیدانیم که الله بالای عرش است یا نه، لکن امی آیات میگه که ما امی آیات ما نمیدانیم که امی آیات الله گفته استوا علی العرش چی معنا داره. اینها از جهمیه و معتزله و از گروه های منحرف دیگری که استوا را به معنای استولا ترجمه، از اینا بدتر هستند. اینها کتاب الله تعالی را کتاب مهمل فکر میکنن، کتابی که به زبان عربی فصیح و واضح و مبین نازل شده، و این کتاب به خاطر تدبر است. و الله میفرماد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اسماء الله تعالی معانی داره و حقیقتی از اونها را ما میدانیم که تا اینکه الله تعالی، یعنی معانی صفات الله تعالی را میدانیم تا اینکه الله تعالی را به اون مطابق امو حاجتی که داریم مطابق امو حاجت گرفته صدا بزنیم. ما میخوام که از الله تعالی مغفرت طلب بکنم، بیایم به اون که یا قهار یا جبار، وقتی که اسماء و صفات نامی از معانی از ما ندانیم، وقتی که ندانیم یعنی در جایی که ما به جای از اینکه امو صفتی که دلالت بر رحمت میکنه و مغفرت میکنه، و جای از اینکه ما بگم یا غفور یا رحیم یا غافر الذنب و یا قابل التوب و جای یا تواب، و جای از اینها را صدا بزنم برام یا قهار یا جبار یا عزیز یا متکبر. اینها مردم جاهلی به نصوص شریعت هستند. مردم میخوان که از نصوص شریعت کاملا دور بوده باشند، کتاب الله تعالی را معناش ندانن که الله علیم است، صاحب علم است، قدرت است، قدیر است، و الله ذات شنوا است، میشنوه. یعنی میخوان که چیزها را کاملا از الله تعالی نفی کنن. یعنی الله این قدر اسما و صفات، آیاتی که در کتاب وصف خود ذکر کرده، همه از اینها را در مقابلشان بیاییم بگوییم که ما اینها را تفویض میکنیم و معنای زیر نمیدانیم، الله خودش میدانه. و باز میاین برای الله چی؟ باز میاین برای الله میگن خب الله در کجا است؟ یعنی شما چی وصف میکنین الله تعالی را؟ باز میان میگن لا هو فوق، و در بالا هم نیست، ولا هو تحت، و در زمین هم نیست، در زیر هم نیست، ولا هو فی یمین، و در یمین هم نیست، ولا هو فی شمال، در شمال هم نیست، ولا هو متصل بعالم، او با متصل به عالم هم نیست و مخلوقاتش متصل نیست، ولا هو خارج عن العالم، او خارجی از عالم نیست. بالله علیکم، شما را به الله قسم میدم امی یک شخصی را یا ذاتی را که شما به این قسم وصف کنید وجود داره؟ وجودی از او اصلا در ذهن نمیاد. ذاتی که در بالا نیست، در زیر نیست، در یمین و یسار و در متصل به عالم و خارج از عالم نیست، یعنی اون ذات وجود نداره. سلف گفتن هو بائن عن خلقه فهو على عرشه و فوق سماواتی على عرشه بائن من خلقه. سلف تصریح کردن که الله تعالی از مخلوق خود جدا است، و این گستاخا میگن لا فوق ولا تحت ولا منفصل عن العالم ولا خارج عن العالم، یعنی اصلا ذاتی وجود نداره. اینها قولشان بدتر از جهمی. جهمی خود گفت در هر جا است، یعنی اونا خود از وجود انکار نکردن، گفتن در هر جا الله است، لکن اینا آمده قولشان لازم قولشان همیشه که از وجود کاملا انکار کردن، یعنی ذاتی وجود نداره اصلا. الله تعالی از گمراهی اهل ضلال و اهل بدع همه مسلمان ها را نجات بدهد. و این مختصر عرض بود درباره ادله صفت استوای پروردگار و همچنان گروه هایی که در این باب به انحراف رفتن. مختصر نظریاتی از اونها را
و همچنان با باطل از اینها را عرض کردم. الله تعالی همه ما شما را از شر از اینها نجات بدهد. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و الحمد لله رب العالمین.